با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. اسمت هستم، رئیس کل خانه های افاف و سخنگوی رسمی صیغه خانه ها. شما میتونید برای به عنوان CFO Chief Executive Officer تجسم و مجسم کنید. ببینید عزیزان، امروز آمدم که راجع به صیغه شدن و صیغه بودن و مزایای صیغه بودن با شما عزیزان صحبت کنم. آماده اید؟ خب ببینید عزیزان، این یک نعمتی هست که به ما داده شده که ما باید از این نعمت به طور کامل و 100% استفاده کنیم. خب تا اینجاش داشتید. من وظیفه دارم که از این نعمت به بهترین وجه لذت رو ببرم. خب و از این مباح و از این حلال و از این هستی که خداوند در اختیارم گذاشته استفاده کنم و کمک کنم که اطرافیانم و پارتنرهام بهترین استفاده رو و لذت رو از این ببرم. خارجی که گاراژ علیه، درش بازه، پارتنرها میان و میرن و خودتونم میدونین که مراحل مختلف داره. ساعتی هست، دقیقه‌ای هست، هفتگی هست. مثلا هفتگی مثل کاروانسراست، میان یه هفته میمونن. ماهیانه هست، سالیانه هست، بستگی داره به موقعیت که شما از این لذت چگونه میخواید لذت ببرید. و اصلا هم باعث شرمساری نیست عزیزان، و اصلا این یک مباهات، یک تشرف است، یک شرافت، اصلا این زیارته. خارجی که میانو میرن دیگه، زیارتتون میان دیگه. نه، این یک زیارتی که اصلا برای ما خیلی خوب هست. تا اینجاش گرفتی که ما باید مراحلش رو بلد باشیم. این مراحل بدبستان و لذت دادن و لذت گرفتن، اینا خب مرحله دارید که عزیزان، که ما این مراحلش رو باید بلد باشیم که چجوری لذت بدیم، چجوری لذت بگیریم. هر جوریش یک جوریه. مثلا ساعتیش با هفتگیش فرق میکنه، هفتگیش با ماهیانش فرق میکنه، مراحلش فرق میکنه. آره والا، خدای توبه. که این رو ما باید یاد بگیریم که به مرحله عمل بگذاریم. خب و این لذت دادن و لذت گرفتن، این بدبستون ها رو، آره دیگه بدبستون دیگه عزیزان، که انجام دادیم، بعد به یک آسایش فکری میرسیم که میتونیم از این آسایش فکری که نصیبمون شده به کارهای زشت دیگری بپردازیم. مثلا یک اختلاس بزرگ 920,000 تومانی که نیست، 920,000 میلیارد تومن هست، که مثلا 920 رو می نوشید، بعد جلوش 4 دفعه 3 تا صفر میگذارید. خب یه همچی اختلاسی که مثلا در اداره فولاد انجام میشه، به یک روح آسایش درونی لازم داره که اینو در صیغه خانه ها مثلا میتونن کسب کنن. بعد وقتی که کسب کردن چی میشه؟ میتونن مثلا به یه همچین اختلاس بزرگی دست بزنن، چون خیلی آسایش خیلی زیادی لازم داره همچین ارقامی. ببینید همش با هم وصله خواهران. میبینید هرچی شما لذت رو به پارتنرها دادید، لذت رو گرفتید، باعث آسایش عده‌ای شدید، بعد اونها میتونن این آسایش رو استفاده کنن و اختلاس های خیلی بزرگی انجام بدن. پس نتیجه امروز درس ما امروز این شد که ما به یک مباهات هسته‌ای میرسیم که به پارتنرهامون لذت میدیم، لذت میگیریم که پارتنرهامون چیکار کنن؟ بتونن برن اختلاس بزرگتری انجام بدن که اینو ما بتونیم از لحاظ اقتصادی به ارتقا برسیم. فهمیدید مراحلشو؟ بعد گفتم همه گونه‌ش هم داریم، هفتگی داریم، اصلا دقیقه‌ای داریم. بعضی خیلی هستن اصلا دقیقه‌ای میخوان به اون آرامش روحی برسن. بعد ساعتی داریم.
مثلا شما از هنرپیشه و هنربنداتون بپرسید، اونا قشنگ میتونن براتون توضیح بدن. اونا خیلی خوبه مثلا در این کارم. مثلا اگه میخواین به کلاس های کارگاه های اونا، صیغه اونا مثلا برید. این تمام صحبت همین بود که بدیم بگیریم، بدیم لذت ببریم، خدایی، و به ارتقا و به اون معنویت برسیم. امیدوارم که از درس امروز من، اسمت رئیس کل خانه های افاف و سخنگوی رسمی صیغه خانه ها، استفاده کرده باشید، یاد گرفته باشید، عمل کنید و لذت بدید، لذت بگیرید و بدید و برید. تا دفعه دیگه. در کنار از این نعمت استفاده کنن. من وظیفه دارم بهترین لذت رو ببرم از این مباح و حلالی که خدا در اختیار من گذاشته و هستی در اختیار من گذاشته و کمک کنم تا طرف مقابلم و پارتنرم هم بتونه به غایت از این موقعیت استفاده کنه و لذت ببره و اینکه اصلا باعث شرمساری نیست، عین عبادته و دقیقاً یک تشرفه، یک شرافت یافتنه و عین یک زیارت رفتن مراحلش وقتی که ما خوب یاد بگیریم و بتونیم از اون خوب استفاده کنیم، لذت ببریم، لذت بدیم و در کنار و بعد از این لذت تازه ما میرسیم به یک آسودگی ذهن که میتونیم ابعاد دیگه وجودیمونو پرورش بدیم و ارتقا بدیم، از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنیم، از لحاظ معنوی پیشرفت کنیم، رابطمون رو با خدا بهتر بکنیم. از این نعمت استفاده کنن. من وظیفه دارم بهترین لذت رو ببرم از این مباح و حلالی که خدا در اختیار من گذاشته و هستی در اختیار من گذاشته و کمک کنم تا طرف مقابلم و پارتنرم هم